خب پس شروع میکنیم از این که سوال اول خدا که وقتی که در اگست 2021 افغانستان دوباره تحت کنترل طالبان در آمد، شما مصروف چی کارهای بودین و چگونه زندگی شما و سایر زنان مثل شما تغییر کرد؟ خب ما در کابل تقریبا 10 سال زندگی کردم. من متولد تهران هستم و در دوران کودکی، دوران جوانی من تقریبا تا 23 سالگی و 24 سالگیم، اوایل 24 سالگیم دیگه در تهران بودم و من در سال 89 اواخر سال 89 من به افغانستان آمدم و هدف من این بود که در افغانستان بتانم متباقی عمرم را زندگی کنم و جایی که کشور من هست، کشوری که من همیشه دلتنگش بودم، دلتنگ تمام چیزهایی که نداشتم و در سرزمین دیگری، گرچه ایران زادگاه من است، اما همیشه من قلبم درد میگرفت وقتی که بیرقی نبود، وقتی که حتی تیم فوتبالی نبود، حتی گروه سرودی نبود که بخوانیم، حتی سرود ملی وجود نداشت که ما بخوانیم و ما تمام داشته های کشورهای دیگر بلد بودیم جز چیزی که متعلق به ما بود و من حسرتی را میخوردم در تمام دوران کودکیم. زمانی که افغانستان خوب شد وضعیتش، حکومت موقت تشکیل شد، من تازه از مکتب فارغ شده بودم و زمانی که آقای کرزی انتخابات دور اولش بود، خب در همون زمانها من خیلی دوست داشتم که بیایم. من خب با مخالفت شدید خانواده روبرو شدم و چند سالی را صبر کردم تا زمینه یکم فراهم شد و من تانستم برگردم که بیایم به افغانستان برای اولین بار. من با توقعی از این نیامده بودم که به افغانستان راحتی و آسودگی را ببینم. نیامده بودم که در افغانستان به عنوان یک کشور مرفه بیایم. آمده بودم که بسازم چیزی را که در توان دارم، تلاش کنم برای به وجود آوردن یک کشوری که به درد خودم و به درد اولاد آینده‌ام بخوره، که اولاد من حسرتایی که من داشتم و نداشته باشه. روزی که من از مرز اسلام قلعه رد شدم و وارد خاک افغانستان شدم، احساس میکردم خداوند بر من 2 بال بسیار بزرگ، بال قوی را بر من داده و همون لحظه من به خاک افتادم و خاک افغانستانم بوس کردم. خدا را 1000 بار شکر کردم. خداوند به من توفیق داد که من به کشورم بیایم. در افغانستان من کارهای زیادی کردم. کارهای از بعد به ورودم کارهای مدنی رو شروع کردم و در تمامی عرصه ها خوب پیشرفت کردم. خیلی زود موفق شدم. درس خواندم، لیسانس گرفتم در اداره و تجارت و بعد ماستری را خواندم در روابط بین الملل دانشگاه خاتم النبیین. کاندید پارلمان شدم و تانستم رای بگیرم، 3312 رای. ولی خب به دلیل مشکلاتی که وجود داشت و فسادهای اداری که متاسفانه بود، خب شاید من نتانستم اون معیارهای کمیسیون انتخابات از لحاظ رشوه، از لحاظ مالی پوره کنم و نتانستم راه پیدا کنم. شاروار دایکندی در رقابت انتخاب شدم اما بعدا انصراف دادم به دلیل مشکلاتی که وجود داشت. بعدا به معاونیت لغمان منصوب شدم که باز هم به خاطر مشکلاتی که طالبان ایجاد میکردن در رفت آمدها و همون زمانی که در ولایت بسیار ناامنی ها وجود داشت و من واقعا نتونستم انتخاب کنم و هیچ وقت نمیتونستم در ولایات کار کردن انتخاب کنم به دلیل از اینکه مشکلات زیاد بود و من به دلیل فعالیت‌های مدنی و اجتماعی که داشتم همواره بر علیه طالب بودم و حتی چندین بار سوء قصد شد. حتی در سال 2020 پیش خانه ما چند نفر مسلح آمدن و میخواستن مرد ترور کنن و نام در لیست هایی بود که طالبان همیشه این لیست ها را برملا میکردن و نشر میکردن و بارها و بارها قصد جان من کرده بودن. اما تمام اینها باعث نشد که من حتی لحظه ای از آمدن به افغانستان پشیمان شدم. من دردهای زیادی را
دیدم در افغانستان، اما در کنارش خوشی های زیادی هم دیدم. پا به پای تمام غم و غصه هایی که بر ما اتفاق می افتاد، خوشی ها و امیدهایی وجود داشت، به خاطر از اینکه وطن داشتم و داشتن وطن خودش تمام او درد و رنج ها را گم میکرد. در جنبش تبسم شب تا صبح ما و 15 تا از دانشجوهای غزنی سر جنازه هایی بودیم که همین رهبرا میخواستن اونا رو معامله کنن و نگذاشتیم. صبح جنبش تبسم که شد، چقدر جنجال ها شد و بعد هم بالاخره معاملات سیاسی که صورت گرفت و بعد از او حتی بر ما بسیار یک دوسیه کلان جور کردن که ما یک به عنوان یک جرم کلان مرا به زندان حتی انداختن. من تقریبا 36 روز بندی بودم، 22 روز در نظارتخانه قماندانی و بعد از 16 روز در امنیت ملی در ریاست 40. اما بعد از اینکه من از زندان برآمدم و بیگناهی من ثابت شد و براءت دادن بعد از 36 روز به من حتی باز هم در اون زمان هم فکر رفتن از افغانستان به سرم نزد و پشیمان نشدم از راهی که آمدیم. قوی تر از قبل، منسجم تر از قبل شروع کردم دوباره و قوی پیش رفتم. افغانستان بر من تمام چیزهایی را داد که من احساس میکردم که خداوند بر یک انسان میتونه بده. همو حس بودن در افغانستان، حس نفس کشیدن در فضای افغانستان، در هوای افغانستان کفایت میکرد برای من که تمام دردها و رنجها را از یاد ببرم. جنبش تبسم زمانی که خیلی از دوستای نزدیک من پیش چشم من پرپر شدن و من با دستم جنازه ها و تکای سوخته شده بدن از اونا و لباس ها و کالای از اونا رو جمع کردم. در تحسن بعد از انتحاری چهارراهی زنبق صبح ساعت 8 که انتحاری شد، من خیلی اون روز ناراحت بودم و دقیقا حس همین حالا رو دارم که خیلی ناراحتم به خاطر اتفاقی که افتاده. او زمان هم همین کار کردم، صدا بلند کردم، کلگی رو گفتم بلند شین بیاین تظاهرات کنیم بر علیه همین حقانی که امروز بر گرده های مردم افغانستان سوار شده که موتر بمب انفجار داد و 1000 نفر تقریبا 1000 نفر در جا اینا زخمی و شهید ساختن. و ما در ماه مبارک رمضان بعد از همون انتحاری چهارراهی زنبق 4 روز از روز سه شنبه بود تا روز جمعه ما تحسن کردیم، عزاداری کردیم، گلیم غم آور کردیم و بعد از جنبش گذار آمدن و اعتراضی انجام دادن و تظاهرات شد و همون جنجال ها که سالم ایزدیار کشته شد و بعد در مراسم ختم از او تقریبا 3 انتحاری دیگر شد. خیلی از این دردها و رنجها را ما پیش چشم خود دیدیم. جنازه ها را از دوستا و اقارب و نزدیکان خود ما می دیدیم، سوراخ شده ها و تکه تکه شده های بدن دوستانمان را دیدیم. ولی با تمام این تفاسیر باز هم هیچ کدام از اینا مانع از این نشدن که حتی یک لحظه من از افغانستان منصرف شدم. هیچ برنامه‌ای برای بیرون رفت از افغانستان نداشتم و واقعا تمام عمر من دوست داشتم که در افغانستان، در کابل، در چهارراهی پل سرخ زندگی کنم. 2 روز قبل از آمدن طالبان شاید به کابل، چون درگیری ها زیاد شده بود، ما تقریبا همون ماه آخر کامل درگیر از این بودیم که نیروهای امنیتی رو تقویت کنیم. از هر طریق ممکن که بود ما تلاش میکردیم که برای نیروهای امنیتی کمک برسانیم، حالا غذا بود، پوشاک بود، با استفاده از برنامه‌های فرهنگی هر جوری که میتونستیم میخواستیم برشان روحیه ببخشیم که مقاومت کنن. هرات سقوط کرد. هرات روز چهارشنبه سقوط کرد، روز 13 اگست و روز 11 اگست ببخشید. و زمانی که هرات سقوط کرد اون موقع بود که من مطمئن شدم که کابل هم سقوط میکنه. اما فکر میکردم شاید کابل چند روز دیرتر یا حداقل 1 ماه دیرتر سقوط کنه. و از معاملات پشت پرده خبر داشتیم ولی مطمئن نبودیم که چه اتفاقی میفته. مطمئن نبودیم که اینقدر زود اشرف غنی تمام
افغانستان را رها میکنه به دست طالبان و فرار میکنه از افغانستان. روز جمعه بود، خانواده ما در هرات بودن و بعد از اینکه هرات سقوط کرد بر از اینا ما تیکت طیاره گرفتیم، ولی پروازها کنسل شد و بسیار مشکلات پیش آمد و اینا روز چهارشنبه مجبور شدن با آخرین موتری که می آمد به سمت کابل و بسیار موتر خرابی هم بود دور مسیر، اینا تا که رسیدن به کابل بسیار از خسته شدن، یعنی از روز چهارشنبه که حرکت کردن روز جمعه رسیدن و متاسفانه برادرزادای ما پاسپورت نداشتن، تذکره نداشتن، دو شرایط تذکره برقی تا ما آمدیم روز یک شنبه بر از اینا تذکره بگیریم که کابل سقوط کرد. روز جمعه بود، یک روز قبل از 2 روز قبل از سقوط کابل از استیتوت پرس برای ما زنگ زدن که ما یک مصاحبه میخوایم با شما انجام بدیم و ما در دفترم بودم و 2 تا از دوستای من مثل راهیل جعفری، زرمینه کاکر، زهرا ملکزاده دخترها با ما بودن و گفتم بیاین دفتر مصاحبه کنیم. زمانی که خبرنگار از ما سوال کرد که اگر فردا کابل سقوط کنه شما چی کار میکنین؟ اون لحظه هیچ چیزی به ذهن من نمی رسید. واقعا تنها چیزی که به ذهن من رسیدی بود که طالب اگر دستش به ما برسه ما را در جا نمیکشه، ما را بی عزت میکنه و میکشه. و نمو وحشت و نمو دهشت باعث شد که یک حس خرابی به من دست بده و احساس کردم که این یک کد هست که از طرف خبرنگار به ما رسیده و متاسفانه فردای اون روز ما شاهد از این بودیم که کابل سقوط کرد. زمانی که کابل سقوط کرد ما در خیرخانه در حوزه تذکره برقی بودیم که برای برادرزادایم رفته بودم تذکره بگیرم و ناگهان زمان ایستاد، انگار که قیامت شده بود، انگار همه چیز در جا ایستاد شد. یعنی من نمیتونم او حسی که او لحظه بر من دست داد، او حسی که او لحظه مردم داشتن، او فضایی که ایجاد شد، او اصلا نمیدونم چجوری باید بیان کنم. واقعا انگار آخر زمان شده بود. همه این مردم فقط سعی میکردن به خانه های خود برسن، فکر میکردن خانه هایشون نقطه امنیه که میتونه اونا را در امنیت کامل برسانه. وقتی که نگاه میکردم مردم را، هر کسی یک طرف میدوید، دکاندارا دکانهای خود قلف میکردن، عسکرای ما همگی با یک حالت وحشت داشتن لباسای نظامی را از تنشان در می آوردن، موترهای رنجر را می بردن کدام جای قایم کنن. مسیر 10 دقیقه‌ای ما 4 ساعت در راه بودیم تا به خانه رسیدیم. وقتی که خانه رسیدم فقط چوکیدار گفتم دروازه رو قلف کن و آمدیم بالا. تنها چیزی که به ذهن من اون لحظه رسیدی بود که تمام اون مدارکی را که داشتم، نه از اینکه خودم بترسم، من ویزای ایران نداشتم، من میتونستم برم ایران اما نرفتم، نمیخواستم که برم. به خاطر از اینکه گفتم به خانواده ما آسیب نرسه، به برادرزادهای ما آسیب نرسه. متاسفانه فامیل همه قدر که خوب هست، همه قدر هم یک نقطه ضعف بزرگی برای تمام آدم ها که همیشه باعث میشه از طریق فامیل آدم خیلی قربانی های زیادی را بده. و من اون لحظه تمام مدارکی که داشتم مجبور شدم همه را، تمام اسنادی که سالها به خاطرش تلاش کرده بودم، همه را اون لحظه آتیش زدیم، نابودشان کردیم. و من 3 دست لباس نظامی ما تحفه گرفته بودم از اردو، از کماندو و از پلیس، به خاطر برنامه هایی که برای حمایت از نیروهای امنیتی می گرفتیم. و اون لحظه من هیچ وقت فراموش نمی کنم که من خیلی سخت مثل که خداوند جان من رو بکنه، من اون 3 تا لباس گرفتم داخل یک پلاستیک ماندم و خانه من چون منزل 5 بود، از منزل 5 پایان انداختم به خاطر از اینکه دست کسی نرسه به اونو. و خیلی سخت. من همون لحظه احساس کردم که تمام غرور و تمام چیزی که داشتم کلش
از منزل 5 انداختم پایین. خیلی گریه کردم، خیلی زیاد حالم خوب نبود اصلا، چون واقعا هنگ کرده بودم، نمیفهمیدم چی شد، چرا، مگه ما چی کرده بودیم، مگه ما چی میخواستیم از خداوند. یعنی ما حق نداشتیم که چند سال خوب زندگی کنیم، چند سال وطن داشته باشیم. خیلی بد بود، من نمیتونم اون حس تشریح کنم چون واقعا وحشتناک بود، واقعا بد بود. حس یأس و ناامیدی، انگار که یخ زده باشی، تمامت منجمد شده باشه، یعنی هیچ کاری نمیتونی بکنی. با همون حالت گریه من از بس که گریه کرده بودم چشمایم خسته شده بود، خواب رفتم. زمانی که 2-3 ساعت من بعد بیدار شدم، من میگفتم خدایا کاش که تمام اتفاقات در خواب بوده باشه و من در خواب دیده باشم، این یک کابوس وحشتناک باشه که من همه را. ولی وقتی بیدار شدم و فضا را دیدم، تلویزیون دیدم، خیابان دیدم، چهارراه پل سرخ دیدم که هیچ کسی نبود، شهر ارواح شده بود کابل. و طالبای گروه وحشی با او چهره های متعفن و وحشتناکشان داشتن در کوچه خیابان‌های کابل راه میرفتن. اون موقع بود که آه از نهاد من برآمد و متوجه شدم که ما باختیم، ما همه چیزمان از دست دادیم. و واقعا اون لحظه همه چیز ما از دست دادیم. تلویزیون رو نگاه میکردم و دیدم که اولین کار که کردن وزیر اکبر خان رفتن و بیرق ما را کشیدن پایین. بیرقی که 3 روز 4 روز قبل ما به خاطر روز بیرق چندین برنامه به خاطرش گرفتیم و در وزیر اکبر خان چه برنامه با شکوهی را ما 3 روز قبلش برگزار کرده بودیم به خاطر روز بیرق. بیرق افغانستان رو پایین آوردن و بیرق خود بالا کردن و طالب بر افغانستان مسلط شد. شب سختی بود، شبی بود که احساس میکردیم همگی ما که داریم جان میکنیم. شاید شب قبر، شبی که آدم بعد از مرگش در قبر باشه اینقدر سخت نباشه. اون لحظه ما واقعا او حسش بودن در قبر، بودن در قبرستان داشتیم و فقط نفس میکشیدیم، دیگه هیچی نداشتیم. اصلا دستان من خالی شده بود. من نمیتونم اینو بیان کنم که تا 1 روز قبلش من پر از برنامه بودم، پر از ایده بودم، پر از فکر بودم، پر از تلاش بودم، ولی حالا هیچی نداشتم. یعنی توهی انگار که در یک کویر باشی، هیچ چیزی نداشته باشی. واقعا او حس مایوس، او حس یأس و بیچارگی که اون لحظه احساس میکردم من هیچ وقت فراموش نمیکنم. خیلی سخت بود. اما یک رسالت دیگری هم ما و دوستای ما داشتیم و اوی بود که ما باید خود قوی نگاه میکردیم. آدم وقتی در یک جامعه خود مسئول میبینه به خاطر انجام کاری، چون من همیشه میگم ماها عادی به دنیا نیومدیم، هر کدام ما به خاطر انجام یک رسالت به جهان میاییم و خود جمع جور کردم. خبرها رسید که مردم بالاخره میدان میرن و وضعیت میدان خیلی متشنج شده، خراب هست. و من اولین کاری که کردم گروه واتساپی شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان را جور کردم و چون از طریق واتساپ میتونستیم بیشتر با هم ارتباط بگیریم. البته شبکه ما از سال 2018 فعالیت خود آغاز کرده بود و تمام این 2 سال ما در راستای ارتقای ظرفیت زنان کار میکردیم و این اواخر همش داشتیم به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی کار میکردیم.
ولی در مسنجر و تلگرام فعالیت داشتیم و در همون شب 16 اگست ما گروه واتساپی شبکه را ایجاد کردیم و تمام فعالین مدنی که من میشناختم کلگیشون اد کردم بانوان. وضعیت هیچ کدام ما خوب نبود، همگی گریه میکردن، همگی حالتی را داشتن که من داشتم. خوب یک دل سیر همگی ما گریه کردیم، به حال بیچارگی ما گریه کردیم، به خاطر مرگ تمام آرزوها و برنامه‌های ما گریه کردیم. از پشت تلفن هم دیگر بغل کردیم، هم دیگر دلداری دادیم تا که دوباره دست هم دیگر گرفتیم، بلند شدیم، قسم خوردیم که باید مبارزه کنیم. و اولین کار ما بود که دوباره به خیابان ها برگردیم، در خانه ها قایم نشیم، به خاطر اینکه حتی یک ماه قبل از آمدن طالبان همگی کوشش میکردن چادری بخرن، چادری قیمتش به 2000 افغانی رسیده بود. دوباره به خیابان ها می آمدیم با همون آرایش، با همون لباس خود ما و لباس های رنگی ما که می آمدیم همیشه و خواهش میکردیم از زنها که بیاین به خیابان ها، بیاین جرأت کنین، بیرون بیاین، در بازار بیاین، در دکان ها بیاین، برای خرید کردن بیاین، نگذارید که طالب حرفش به عمل بنشانن، نگذارید که اینقدر زود خود گم کنیم. خب قبول کردن، کم کم ترس ها ریخت، زنها به خیابان ها آمدن. همین شد که وقتی می دیدن ما را، زنایی که از پشت پنجره حتی جرأت نمیکردن بیرون نگاه کنن، کم کم جرأت پیدا کردن، با شوهرایشان با بچه هایشان به خانه به بیرون آمدن و بعد از یک هفته تقریبا میشه گفت زندگی یک کم حالت عادی خود گرفت. خب در همون روزا یک تعداد از دخترها پیش حوزه 3، یک تعداد از دخترها پیش ارگ ریاست جمهوری رفتن و بالاخره صدای خود بلند کردن که ما حق ما رو میخوایم و در کنارشان ما دادخواهی های خدا داشتیم تا روز 2 سپتامبر که در طول چند روز البته طالبا بسیار فیرهای هوایی میکردن، بسیار شادیانه ها میزدن، انتحاری که در میدان شد، وضعیتی که در میدان پیش آمد، خب تمام اینا داغ‌هایی بود که بر دل تمام مردم افغانستان مانده بود. جوانای ما که از داخل طیاره افتادن، چه روزها و چه شب‌های وحشتناکی را ما دیدیم. حتی ما یک برنامه، یک کنفرانس خبری در میدان هوایی داشتیم. خیلی وضعیت‌های خرابی را با همین چشم خود ما دیدیم. مهاجرت اصلی را من در میدان هوایی کابل دیدم که چقدر مردم ما اونجا بدبخت و بیچاره شدن، چه خانواده هایی که پاشیده شد از هم در میدان هوایی کابل. داغ میدان هوایی بسیار عمیق و بزرگه، خیلی بیشتر از اخباری که اعلام شد، خبرهایی که گفته شد. باید می بودید تا می دیدید، باید می بودن مردم تا او وضعیت می دیدن که چقدر درد عمیق و بزرگی داشت، به اندازه درد فرخنده، به اندازه درد 2 نفری که امروز سنگسار شدن. میدان هوایی کابل درد داشت. وقتی که آخرین طیاره انگلستان بود، در شب 30 اگست، شب 31 اگست پرواز کرد، رفت، ساعت تقریبا 12 شب بود. دقیقا 12 شب فیرهای شادیانه شروع شد و دوباره اون لحظه ما و راحل جعفری سر تخت بام خانه نشسته بودیم و داشتیم تمامی چند سالی را که فعالیت کرده بودیم همگی مثل یک فیلم گذرا از پیش چشمان تیر میکردیم و میفهمیدیم که شاید فردا نباشیم. وقتی که فیرها شروع شد و اینا شادیانه ها رو زدن تا ساعت 4 صبح، هر صدای فیری که می آمد مستقیم به قلب و به روح و روان ما میخورد. ما 1000 بار مردیم، ما و خیلی کسای دیگه 1000 بار جان دادیم در کابل در طول همون مدت. در روز 2 سپتامبر زنان رو نگذاشتن که در کار حاضر شود، زنان داخل هرات، زنان کارگری که مجبور بودن کار کنند در کارخانه ها، اینا رو پس به خانه هایشون روان کردن. خب این زنها اعتراض کردن پیش ولایت هرات، اما خب نتیجه نگرفت.
شبش ما تصمیم گرفتیم که باید ما یک کار کنیم. قرار بود فردا روز جمعه 3 سپتامبر کابینه طالبان اعلام شود و در کابینهشان زنها را کاملا حذف کرده بودند و هیچ زنی حضور نداشت و ما دیدیم اگر دست روی دست بگذاریم جهان هم که خودش طالب به همینجا رسانده و قطعا اینا رو حاکمیت میده و رسمیت میبخشه. نباید بشینیم دست روی دست بگذاریم. ساعت 5 بعد از ظهر 2 سپتامبر در گروه واتساپی ما شروع کردیم و هماهنگسازی گروپ‌ها و شعارها رو تنظیم کردیم، برنامه رو ست کردیم که فردا باید یک اعتراض داشته باشیم، چون قرار بود بعد از خطبه نماز جمعه کابینه اعلام شود. خب ما ساعت 9 حاضر شدیم در پیش سینمای آریانا در فواره آب و اعتراض کردیم. اولین اعتراض عمومی خیابانی در 3 سپتامبر 2021 برگزار شد از طرف شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان که البته اکثریت رهبران جنبش‌هایی که فعلا در رأس جنبش‌ها هستن اون موقع با ما در شبکه بودن و بعد از او فردا در پل محمود خان اعتراض شد. خلاصه کلید مبارزات مدنی اعتراضات خیابانی ما در 3 سپتامبر رقم خورد و قهرمانانه زنها از همون روز در مقابل طالبان ایستادند که از همون روز اول مبارزات ما به خشونت کشیده شد. بعد از اون روز بود که خانه ما شد پایگاه و جبهه زنان معترض و رسانه ها. با ترس و لرز جمع می شدن دخترها، برنامه می گرفتیم، کنفرانس مطبوعاتی می دادیم، رسانه های خارجی و داخلی جمع می شدن. خلاصه اعتراضات زیادی داشتیم پیش روی سفارت پاکستان. در 5 سپتامبر، در 7 سپتامبر پیش چهارراه برکی وقتی ما داشتیم می رفتیم که طالبا حمله کردن به ما و با شلاق زدن که من هم بی‌نصیب نبودم که یک شلاق که به من زد. من وقتی که اون لحظه خب فقط جان دخترها بر من مهم بود. دخترها رو گفتم تاکسی بگیرین سوار تاکسی شوین. خب زمانی که ما سوار تاکسی شدیم دخترها رو سوار کردیم که اینا رو نجات بدیم. به شهر نو که رسیدیم طالبا پیش روی موتر ما رو گرفتن. تقریبا 20 نفر کلاشینکوف گرفته روبروی ما بودیم. راحله بود، دخترای دیگه بودن. با چه وضعیتی ما در شلوغی که خدا رو شکر همون موقع هم مهاجرا اونجا بودن در شهر نو کابل و شلوغی ازدحام شد و ما تانستیم یکی یکی خود بکشیم از اونجا، چون اونا مصروف مردا شدن، مصروف راننده ها شدن که چرا اینا رو سوار کردین. ما برآمدیم در بین شلوغی. اما چه وضعیت هایی رو دیدیم. وقتی که من خانه آمدم، خانم برادرم وقتی که لباس من کشید باور کنین که پوست و خون یک جا شده بود و اون لحظه تازه من درد احساس کردم وقتی که من خانه رسیدم. و باز هم دوباره فردا ما در پل سرخ اعتراض داشتیم، پیش حوزه در برچی اعتراض داشتیم، دست از مبارزه بر نداشتیم. خلاصه تا 31 سپتامبر که دوباره مکاتب اینا بسته کردن، ما پیش مکتب رابعه بلخی برنامه داشتیم، بعد از او در باغ چهلستون برنامه داشتیم، بعد از او در 10 اکتبر ما یک کنفرانس مطبوعاتی گرفتیم که همبستگی زنان جهان با زنان افغانستان نامگذاری شد همون روز 10 اکتبر. و بعد از اینکه برای من بسیار مشکلات پیش آمد و تهدیدات امنیتی زیاد بود، خانه من لو رفت و خانه من دیدن و حمله کردن سر خانه من. تیم تیواتی دبلیو و یک تعداد از دوستان خارجی مرا بیرون کردن با یک تعداد از دوستایی که با ما همکار بودن. به تعداد تقریبا 19 نفر بودیم که 14 اکتبر ما مجبور شدیم افغانستان ترک کنیم به قصد پاکستان. وقتی که نام پاکستان میشنیدم تنفر داشتم و چند روز قبلش هم پیش روی سفارت پاکستان رفته بودم به خاطر ای که رئیس ISI آمده بود و دخالت مستقیم داشته مسائل افغانستان و دستور قتل عام و ترور افراد بیگناه را در پنجشیر صادر کرده بود و خودش هم رهبری این برنامه را به عهده داشت. ولی او زمان مجبور شدم و مرا به پاکستان بردن. بگذاریم از اینکه شبی که قرار بود فردایش من از کابل برم خانه ای که من سالها چقدر زحمت کشیده بودم به خاطرش، مثل گنجشکی که دانه دانه چوب ها و شاخه ها را جمع میکنه، یک لانه برای خودش جور میکنه. با چقدر اشتیاق و ذوق من برای خودم یک کلبه جور کرده بودم و او را همه چیزه مانده بودم فقط و باید میرفتم.
من شب تا صبح فقط در و دیوار خانه رو بوی میکشیدم، فقط پل سرخ نگاه میکردم. خیلی سخت بود اون لحظه ها، اینقدر درد نهفته بود، اینقدر درد داشت که هرچی گریه میکردم خلاص نمیشد، هرچی جیغ میکشیدم خلاص نمیشد، هرچی ناله میکردم خلاص نمیشد. من تمام شب بو کشیدم، تمام در و دیوار خانه من. هوای پل سرخ، هوای کابل. و صبح وقتی که قرار شد طرف میدان برم، مثل یک جنازه، مثل یک مرده متحرک، فقط کالبد من از کابل خارج شد، جان من، روح من، همه چیز من در افغانستان ماند. در پاکستان وقتی که رسیدیم با بسیار مشکلات و وضعیت خراب، خلاصه طریق اونجا زمین رفتن به نه پاکستان؟ هوایی رفتیم. اون زمان دستگاه بایومتریک خراب بود و نمیتونستن شناسایی کنن و طیاره که ما را برد چارتر بود و با ما آخرین پرواز پاکستان ما رفت. وقتی که ما رسیدیم اونجا فقط 5 هتل از ما خلاصه اسپانسری ما رو کردن و گفتن بعد از دیگه خودتان میفهمید. و ما بودیم و بی پول با مشکلات بد اقتصادی، چون چیزی که سرمایه ما داشتیم کلش در بانک ها ماند و نمیتونستیم بریم بانک، هم نمیتونستیم بریم و چیزی هم که من وسایل دفترم بود کلش هم در 50,000 افغانی فروخته بودم و 10,000 افغانی را گرفتم با $50 و 40,000 دیگر زن بیادر من داده بودم به خاطر که اونا میماندن، مجبور بودم بمونم. و ما با 10,000 افغانی، یک برادرزاده من با ما بود. خب من در همون روزای اول بارها و بارها به من گفتن از افغانستان بیرون شو، من قبول نکردم به خاطر که من نمیخواستم خانواده من تنها بگذارم، برادرزاده‌ام میماندن. یعنی تا آخرین لحظه کوشش کردم که بتونم نجاتشون بدم، اما نتونستم. من هنوزم نتونستم اونا رو نجات بدم بعد از گذشت 2 سال. وقتی که پاکستان رسیدیم خب در یک وضعیت خیلی خرابی بودیم، در یک حالتی بودیم که نه زبانشان هم میفهمیدیم، نه بلد بودیم جایی را، نه پول نداشتیم. سیستم پاکستان یک سیستم شدیداً امنیتی و اقتصادی است که آدم ها اونجا دچار بسیار مشکلات هستن از همه لحاظ. و خب خدا خیر بده، آقای عبدالله مدیر با ما همکاری کرد، یک شلتر ما رو معرفی کرد و ما داخل اون شلتر شدیم و مثل زندانی ها داخل اون شلتر بودیم. ما تقریبا 6 ماه اونجا بودیم. سرنوشت ما نامعلوم بود. خب یک تعداد از دوستا سعی میکردن، مثلا نیلوفر ایوبی بود، چند تا دوستای دیگه بود، سازمان تیباتی گفته بود ما کمک میکنیم که اسپانیا کارایتان جور شود. 3 دفعه 4 دفعه 5 دفعه بر ما اپایمنت میدادن ولی نمیشد. تا ای که ویدیوهایی که من پیش سفارت پاکستان گرفته بودم و کلیپ هایی که اونجا ثبت شده بود، مصاحبه من نشر شده بود، به دست پاکستانی ها رسید. و همون زمان که من صدا کرده بودم بر علیه پاکستان گپ زده بودم، مرگ به پاکستان گفته بودم، این بسیار واضح، چهره واضح و کلام واضح من یک دفعه تیت شد پاکستان. در تیک تاک های پاکستان که برآمد کلگی دیدن و فکر کنین هم صاحب شلتر برادرزاده‌های ما تونستم بعد از 1 سال، بعد از اون مدتی که اونجا بودیم، براشون پاسپورت و تذکرهشون رو بگیریم و اونا رو بخوایم پاکستان. بماند که این بیچاره ها رو چند بار به خانه آمدن، لطکوبشان کردن و بسیار شدید، حتی در خود پاکستان؟ نه در افغانستان. در افغانستان بسیار اینا رو لطکوب کرده بودن، خانه ما رو چند بار تلاشی کردن، بچه ها رو زده بودن که کجا شده، پشت ما میگشتن. خب حتی بهانه دیگه گیر نیاوردن، بچه 16 ساله رو لط کرده بودن که تو چرا ریش نداری. و خلاصه من با هزار بدبختی مجبور شدم چقدر پول قرض کنم بر از اینا، نفر $500 فقط پاسپورتشون رو بگیرم، نفر $350 ویزای از اینا رو بتونم بگیرم
که اینا رو ما به پاکستان بخوایم. خب اینا رو ما پاکستان خواستم و از او شلتر، چون بچه‌ها رو اسپانسر نمی‌کردن، من مجبور شدم که برایم. و به خاطر یک اتاق ما، چون پول نداشتم، خیلی وضعیت اقتصادی خرابی داشتم، حتی پول از این نداشتم که یک شب غذای بچه‌ها رو ما آماده کنم. راحله هم مثل ما بود. من و راحله جعفری روزی که طالب آمد قسم خوردیم که دستای هم دیگر اله نمی‌کنیم، در سختی‌ها کنار هم دیگه می‌باشیم و واقعا مثل یک رفیق با ما بود تا لحظه آخر. حالا فعلا جرمنی است. خانواده از اون قرار بود بیایه، خانواده من قرار بود بیایه و ما هیچی نداشتیم، دستای ما خالی بود. ما شلتر جواب کرده بودن، خب ما نمیتونستیم که خانواده ما رو اسپانسر کنن. اینمی سازمان TYTW ما یک بچه بود به نام بصیر محمدی که فعل همون مسئولیت گرفته بود، همون رو چقدر التماس کردیم که تو بر ما یک اتاق بده که ما این بچه ها سر سرک نمونه. و او آدم به نام ما در او کار رفته بود، به نام زنان معترض، به نمایندگی زنان معترض، مثل که خانه از خودش باشه با چه منتی. حالا خانه رو به ما داد، یک اتاق به ما داد، با او چقدر سر ما سختی ها و قیودات ماندن. خب خیر، خیلی روزهای بدی را گذراندیم در پاکستان. خب خدا خیر بده. یه خانم افغانی را، او بنده خدا همون زمان دست ما را گرفت، کمک کرد برای ما، نفر $400 به ما کمک کرد. و همون $400 باعث شد که خب بالاخره ما رفتیم یکم خرید خانه کردیم، مواد خوراکی خریدیم تا بچه ها آمدن. و بعد یک خانوم آمریکایی به نام برتین، خب خداوند خیر بده، اصلا نیازی نیست که آدما مسلمان باشن تا خوب باشن. او خانوم مرا ندیده بود، از طریق فیسبوک مرا پیدا کرد، مصاحبه ما در CNN دیده بود و مرا پیدا کرد و زنگ زد که تو شرایطت چه رقم هست، مشکلاتت چه رقم هست، تو چی نیاز داری. ما مشکلات ما گفتم و بر ما گفت که مشکلت با چقدر حل میشه. و من برش گفتم که مشکل من اینقدر، مثلا حدودا ما 2 نفر هستیم، ماهی $500 مصرف ما میشه. و او بنده خدا در همون 3-4 ماه آخر بر ما ماهی $500 روان کرد. خب خدا خیرش بده. و زمانی که مشکلات امنیتی بر من پیش آمد در پاکستان، همین خانم آمریکایی به من کمک کرد و اینمی کارهای من جور کرد و در عرض 1 هفته، در زمان، در حالتی که همین شخصی که افغانی بود، از افغانستان بود، به نام زنان معترض بود، همینا مرا ساعت 1:30 بجه شب، چون صاحب خانه آمده بود، تهدید کرد اینا که اگر این خانم اینجا باشه کلتون میکشیم، باید از اینجا برای چطور مرگ به پاکستان گفته و آمده در پاکستان نشسته. اینا مرا 1:30 بجه شب از خانه کشیدن، گفتن که تو باید بری چون خطر برای بقیه هست. بسیار حالت خرابی بود. ما بچه ها رو گرفته رفتیم در خانه خرابه ای رو شب، ما که پر از مارمولک و حشره بود و شب ماندیم. و بعد از او صبح دوباره من التماسشان کردم، گفتم خیر حالا ما اگر هر اتفاق برای بیفته مشکل نیست، بچه ها رو بگذارین در خانه باشه، در امنیت باشن. خب خلاصه اینا رضایت دادن، من بچه ها رو پس در خانه روان کردم و خودم تقریبا 2 هفته دمو خانه خراب، دمو حالت خراب و 1-2 شب خانه فرخنده بیات گرفتم که خدا خیرش بده، کمک کرد به من. و همون زمان بازی خانم زنگ زد که مشکل چی شده. من گفتم قضیه رو که برش تعریف کردم، بنده خدا زحمت کشید و در زمان 2 هفته کار من جور کرد و برای من زنگ زد که باید بیرون شوی، اما تنها نمیتونیم کمک کنیم که بچه ها بیرون شون، با تو خودت باید تنهایی بیرون شوی. و من نمیخواستم بیایم. من خودم برادرزاده‌ام گفتن اما برو، چون اگه نمی آمدیم طالب دستش به من میرسید یا خود همین پاکستانی ها می آمدن به بلای سر من می آوردن. من مجبور شدم پاکستانم به همون حالتی که افغانستان ترک کرده بودم، به همون حالت بدترش من پاکستان ترک کردم و آمدم به کانادا. در 17 جون 2022 من در کانادا رسیدم. در یک شهری من آوردن به نام شهر نانایمو که اصلا اینجا هیچ افغانی وجود نداشت، هیچ کس زبان من نمیفهمید. اولین مهاجری بودم که من اینجا آورده بودن. 3 ماه تمام با بسیار سختی من اینجا سپری کردم. میگفتم خدای کاش که یک افغانی باشه. من دلم تنگ شده بود برای فارسی گپ زدن، با یک کسی باشه با من فارسی گپ بزنم. خب با اون شرایط سخت و روزهای سخت سپری شد و انسان دیگه، انسان زمانی که بتونه
از پس سختی ها برای قوی تر شده میره و کم کم به خودم قبولاندم که باید از پس این سختی ها برایم و تبدیل شدم به یک آدم قوی که دوباره بتونم قوی تر از قبل برگردم به افغانستانی که یک روز آرزو من بود که دوباره دو باشم. و فعلا 1 سال است که در کانادایم. مدارکم کامل شده، یک کارگر شدم در یک کارخانه کنسرو ماهی، بسته‌بندی تن ماهی است و روزانه 5 ساعت میرم سر کار. صبح میرم صنف کلاس انگلیسی و همین مبارزات مدنی را متوقف نکردم. همچنان در طول 2 سال حتی 1 ثانیه فارغ نبودم از مبارزات. حتی الامکان سعی کردم که به تمام اعتراضاتی که در ونکوور یا برگزار میشه یا خودم سعی میکنم برگزارش کنم حضور داشته باشم. حتی اگر نشد یک اعتراض 1 نفره میگیرم و هنوز گروه واتساپی شبکه را داریم و فعالیت ما همچنان پابرجاست و قوی تر از قبل. دخترای زیادی فعلا هستند که به کانادا آمدن، اما خب افغانای زیادی هم به شهر ما آمدن. البته چند تا خانواده آمدن که 1-2 تایشان ما باشان دوست شدیم، یکم از اون حالت دپرشن و حالت افسردگی بیرون آمدیم. فعلا کم کم دارم عادت میکنم، اما خب هیچ جای جهان برای من افغانستان نمیشه. عزت و اعتباری که افغانستان برای من، برای امثال من داده بود، در هیچ جای جهان رو نمیتونیم پیدا کنیم. کانادا با تمام خوبی ها و تمام قشنگی هایی که داره، اما به یک وجب خاک افغانستان نمیرسه. به او حس قشنگی که من در چهارراه پل سرخ داشتم نمیرسه. یعنی من شاید قشنگترین خانه ها را، زیباترین و لوکسترین وسایل خانه را داشته باشم، اما هیچ وقت به او گلمچه‌ای که در کابل داشتم نمیرسه. به او حس خوب کاسه های گلی که در کابل داشتم واقعا نمیرسه. و من امیدوار هستم که یک روزی دوباره برگردم کابل. تشکر خانم ترنم از که همه قصه های واقعی زندگی تانه من حیث یک زن افغان شریک ساختین. حضرت میخوایم شما رو به تلخترین خاطره های زندگی تان بردیم، ولی این حقیقت تلخ زندگی یک زن افغان نه بلکه هزاران زن افغان است. و یک شما داستان خود شریک میکنین، این در حقیقت نمایندگی از داستان هزاران زن میکنن که امروز در افغانستان همه چیز خود از دست دادن. افتخار میکنیم به شما و زنان سایر زنان مثل شما که در مقابل ظلم ایستادند و هنوز هم مقاومت میکنند. تشکر. خانم ترنم، سعی را که شما کردین دقیقا بسیار موضوعات شریک ساختین. فقط امروز که شما فامیلتان بقیه فامیلتان در افغانستان مانده و هیچ کس را امرای خود نگرفتین، قصه هایتان واضح ساخت، فقط برادرزاده هایتان در پاکستان. آیا تا حالا موفق شدین که یکی از اونا را از پاکستان یا از افغانستان بیرون بکشین؟ نه متاسفانه من 2-3 دفعه تلاش کردم اینجا، اما سیستم کانادا طوری هست که میگه برادرزاده فامیل نزدیک درجه 1 آدم نمیشه. من نمیفهم سیستم زندگی مردم چی رقم است، چون واقعا از برادرزاده و نزدیکتر چه کسی میتونه با آدم باشه، ولی قبول نکردن. با اینکه حضانت قانونی 2 تا برادرزاده خوردم با ما بود، حتی او را قبول نکردن و رد شد. من چند بار پیشنهاد دادم و رد شد و واقعا شب و روز من دارم رنج میکشم از این ناحیه و رنج میبرم و بچه ها در پاکستان دارن بی سرنوشت رنج میبرن. پدر مادرشون در افغانستان هستن، در هرات. و خود بچه ها من به خاطر از اینکه چون بچه های نوجوانی بودن و شرایط افغانستان برای دختر و پسر جوان و نوجوان سخت هست و طالب مزدور و متجاوزی که نه به بچه رحم میکنن نه به دختر، به هیچ کسی حتی به حیوانات رحم نمیکنن. واقعا بودن این بچه ها هر لحظه در افغانستان، گرچه که پاکستان هم چندان امنیتی نیست، ولی حداقل کمی میتونم بگم راحت تر هستم و واقعا از ناحیه بچه هم زیاد رنج میبرم.
هر چقدر تلاش کردم جایی را نتونستم بگیرم. من البته خوشحال هستم در طول این سال شاید نزدیک به 50 زن، نزدیک به 50 خانواده از زنان معترض تونستم کمک کنم به کشورهای اروپایی روانشان کنم، اما متاسفانه خانواده خود من نتونستم و این یکی از بزرگترین دردهایی که من میبینم. باز هم همیشه خود دلداری میگم شاید خواست خدا هم نیست، شاید هر چیزی که هست بالاخره به نفع ما باشه. منتظرم ببینیم چی میشه. خانم ترنم، با برادرزاده‌هایتان در پاکستان و فامیلی که از برادرتان و مطمئنا سایر اعضای دیگه فامیلا و اقاربتان در افغانستان ماندن، تماس دارین؟ آیا در قسمت تماس گرفتن با اونا و شما یا با اونا کدام مشکلی ایجاد نمیشه؟ چی میشنوین از اونا؟ چی مشکلات رو به رو هستن؟ چی جنجالایی را سپری میکن؟ خب مشکلات اقتصادی خب هست فعلا، چون برادر من بنده خدا مریض هست، پاسپورت هم نداشت، با هزار سختی و بدبختی تازه یک هفته میشه که پاسپورتش رو تونسته بگیره و من اصلا هیچ جای نامی از برادرم و زن برادرم و فامیلای نزدیکم نمیگیرم، چون میترسم واقعا که اونا افشا شود. امیدوار هستم که بتونم یک راهی پیدا کنم که بیرون شون یا حداقل بتونن یا به پاکستان یا به ایران برن. خب من مادرم و 3 برادرم در ایران هستن و از لحاظ از اونا دلم جمع هست. فقط یک برادرم، خانم برادرم، کاکایمشون در افغانستان هستن و برادرزادایم که در پاکستان هستن بله ارتباط دارم که از طریق واتساپ من باشون شب و روز در تماس هستم و ازشون پرسان میکنم. به هر حال مجبور هستم، من کار میکنم و چیزی را که دستمزدم هست میگیرم و اگر 1/3 مصرف خودم، چون در کانادا بسیار مصارف اینجا بالا هست، کرایه خانه و مصارف دیگه و حد الامکان سعی میکنم یعنی اون خرجی هایی که داشتم و مصارفی که در کابل داشتم اینجا من شاید 1/100 اونجا من سعی میکنم دستم نگاه کنم مصرف نکنم و برای بچه ها، برای برادرمشون در حد ای که بتونن همون نیازهای اولیه‌شان برآورده کنن و همون تامین شوه برایشون ماهیانه $100-200 برایشون روان میکنم. اما میفهمم که شرایط خیلی سخت است، خیلی ضیق است و متاسفانه بسیار وضعیت خراب است. و در کنار از او هم همه روزه از طرف دخترای معترض، همه روزه از طرف مردم افغانستان برای من بسیار پیام‌ها میاد، کمک میخوان و واقعا شرمنده میشم از اینکه دست من به هیچ کجای بند نیست و نمیتونم من براشون کمک کنم و بسیار خجالت میکشم از اینکه در این حالت بیچارگی من قرار دارم و اونا هم قرار دارن و یعنی من نمیتونم نه به سازمانی نه به کدام دونری بند هستم بر ارتباط دارم و از هیچ جایی نمیتونم کمک دریافت کنم که بر از اونا کمک کنم و این خودش یک ناراحتی همیخره برای من میده. اما باز هم سعی میکنم که حالا حداقل خانواده خودم کمک کنم و چند نفری که واقعا شرایط سخت و خرابی داشتم تونستم چند روپی نزیاد در حد توانم کمک کنم. خانم ترنم، شما گفتین در اکتبر 2021 از افغانستان برآمدین، بله؟ در 14 اکتبر 2021. 14 اکتبر 2021 و در جون 2022 به کانادا رسیدین. یک مدت طولانی است، تقریبا 8 ماه. 8 ماه و فعلا در کانادا. مشکل ترین بخش این سفرتان چی بود به غیر از اینکه یعنی مشکلات زیاد را شما بیان کردین، نمیشه که از او چشم پوشی کنی؟ مسائل اقتصادی بود، مسئله امنیتی بود، فامیلتان بود، همگی موضوعات. مشکل ترین بخش فعلا که در کانادا هستین چی فکر میکنین که چی مشکل است برتان؟ مسئله لسان است، مسائل اسناد حقوقیتان دریافتش بوده یا برای مثال دسترسی به خدمات صحی، ترانسپورت، کار، تحصیل؟ شما یک خانم تحصیل کرده بودین، تا سطح ماستری درس خوانده بودین. مشکل ترین بخش چی میبینین شما فعلا که امروز در جایی که هستین؟ زمانی که آدم تصمیم به مهاجرت میگیره قطعا به خاطر برنامه ریزی هایی را داره و یا لسان یاد میگیره یا به هر ترتیب اسناد خود طی مراحل میکنه یا با برنامه سفر میکنه انسان یا مهاجرت میکنه. اما ماهایی که از اینجا گرفته شدیم و به اینجا مانده شدیم واقعا با دستان خالی، هیچ چیزی نداشتیم که آمدیم و در یک سرزمینی آمدم که اصلا تصورش نمیکردم. من هیچ وقت به کانادا فکر نمیکردم و به زندگی در کانادا فکر نمیکردم و
واقعا هیچ وقت نمیخواستم هم که بیای و به خاطر همین هم هیچ کوششی نکرده بودم. من زبان انگلیسی رو قدر بلد نبودم، خیلی کم، در حد عامیانه بلد بودم و شاید در حد احوال پرسی. وقتی که من به اینجا رسیدم مثل که در یک سیاره ناشناخته دیگری آمده باشم. من باز زبان انگلیسی که در افغانستان یا در ایران صحبت میکنن آدم با هم دیگه بسیار متفاوته با اینجا. اینجا ما 10 بار گوش میکنم یک گپ تا که بفهمم چی میگه. اگر از این گپشان یک کلمه دو کلمه میشه هنوز که 1 سال گذشته بفهمم. مشکل زبان داشتم. مشکل از این بود که واقعا کسی نبود که حتی ما کدش گپ بزنم، دردم برش بگم. کسی نبود که حتی گریه کنم پیشش. دوری از فامیل که مرا واقعا دچار یک افسردگی کرده بود. بسیار حالت خراب روانی بر من دست داده بود. احساس پوچی، احساس از اینکه به هیچ درد نمیخوری. بعد از 35 سال زندگی تو تمام دستاوردات ضرب صفر میشه و تو تحصیلت اینجا اصلا ارزش نداره. کار فعالیت های مدنیت که در اونجا داشتی ارزش نداره. اینجا فعالیت سیاسی که داشتی اونجا ارزش نداره. اینجا بر من روز اول که آمدم گفتن که چیزی که بودی تمام شد. اینجا تو یک آدم عادی هستی، مثل یک تازه به دنیا آمدی و دقیقاً پشت یک جاده خاکی هستی که همین لحظه باید قدم زده از این جاده خاکی خودت تیر کنی تا برسی به یک جاده پخته و زندگی روی قلتک بیفته. باید خودت بسازی. و من که در افغانستان حتی تاکسی خطی رو سوار نشده بود. من 10 سال در کابل زندگی کردم. مسیرهای تاکسی کابل، خطی کابل من بلد نبودم، چه برسه به ملی بس و بقیه. یا موتر خودم بود یا دریور داشتم، به هر حال یا خودم درایو میکردم. یا نهایتا ما اگر خیلی ما مجبور میشدم موتر در بس میگرفتم میرفتم. من هرگز این سختی رو ندیده بودم. اینجا کسی هم نبود که دست ما رو بگیره. کسایی هم که اینجا مسئولیت داشتن روز اول برای من فقط یک مسیر نشان دادن، گفتن همین مسیر تو میتونی با بس بری و این مسیر میتونی پیاده بری و اینجا دکان، اینجا مال هست و تو دیگه خودت میفهمی زندگیت. ما نمیتونیم هر روز تو رو ببریم. من هیچ وقت یادم نمیره یک روز نان نداشتم. من بر از نفری که موقع سطل من ورکر ما بود برش گفتم که من نان ندارم، اگر میشه مرا تا دکان ببرین، تا مال ببرین سوپری که من نان بخرم. با همین لحن بر من گفت که ما نوکر تو نیستیم. ما اونا لسان هم میفهمند کسی که سرکار شما عرب بودن؟ هست، سوری عرب هست. بودن. عربا کم میفهمند. خب یک افغان دیگه به نام، حالا نامش نمیگیرم بنده خدا، یک افغان ما هم که از اینا بعداً همکار شد که ترجمانی میکرد و این آدم هم با ما هیچ همکاری نکرد، اصلا همکاری نکرد. یا از ترس بود یا به خاطر موقف بود یا به هر ترتیب. و گفتم ما نوکر تو نیستیم و نمیتونیم که تو رو ببریم. بر من کروکی رو کشیدن روی کاغذ که خودت پیاده برو تا بتونی پیدا کنی. و من اصلا نمیفهمیدم که چیکار باید بکنم، چون سیم کارت نداشتم، وای فای نداشتم، هیچ کاری نمیتونستم بکنم و 2 شبانه روز من بدون غذا در کشور مثل کانادا. خیلی بر من سخت بود، ولی خیلی ننگ خوردم. خیلی بدم آمده بود. خیلی لعنت میفرستادم به اینکه چی باعث شد، کی باعث شد که به این حال روز بیفتیم. من که صبح از خواب بلند میشدم و دختری که در خانه من کار میکرد صبحانه من 3 مدل آماده میکرد، لباسای من آماده میکرد. من چون همیشه یک عادت داشتم که شب برنامه‌های روز آینده من مینوشتم روی یک وایت بورد و برش میگفتم دی تایم دی برنامه هستم، دی تایم دی برنامه. و او دختری بود که سالها با من زندگی کرده بود و همه چیز بلد. تمام برنامه‌ها را همه را از حفظ بود. لباسای من مطابق برنامه‌ها آماده میکرد، نان من تیار میکرد، با چه ناز و نعمتی من بلند میکرد و من بلند میشدم. و حالا 2 شبانه روز به خاطر نداشتن نان من با او خفت و خاری و با او جنجال خیلی سخت بود. من باز تلاش کردم به خاطر اسنادم، به خاطر از اینکه
اسناد رو بخوام طی مراحل کنم و گفتم خب فعلا نمیتونی تا وقتی که زبانت در لیولت نمیفهم 5 و 6 برسانی یا 8 برسانی بعد از او باید این کار کنی. خب فهمیدم که در اینجا من هیچی نیستم، هیچی نیستم در کانادا. و بعد از یک مدت هم که خب بالاخره کمک دولت قطع شد و ما خب خانه دارم که ما $1000 باید کرایه خانه رو بدم. من مجبور شدم که پشت کار بگردم. وقتی که لسان بلد نباشی و تو کار اداری نمیتن در کانادا، یا مجبور هستی بری کارمند یک کارخانه جای شوی، کارمندم نمیشم کارگر، یا هم که بری در یک رستوران ظرفشور شوی. من حتی یک بار رفتم ظرف شستن، به من نگاه کردن، حتی صاحب رستوران به من گفت تو نمیتونی ظرف بشوری، ما نمیگیریم. خیلی برای من تلخم بود، خنده‌دارم بود که چه روزایی رو من میبینم. شاید یک روزی من به خودم گفتم کبر کردم پیش خدا، کلان گفتم، گرچه فکر نمی کنم میگه پزده باشم، اما واقعا شاید ناشکری کرده بودم که به این حال رسیدم. بعدی یک خانم خارجی بود اینجا آمد، حس مثلا دلسوزی خودش زیاد می آمدن، برایشان عجیب غریب بود یک کسی از افغانستان آمده و با هم دیگه معرفی میکردن، می آمدن خانه مرا می دیدن و بالاخره صحبت میکردن، از طریق ترنسلیتر با هم گپ میزدیم. برای من گفت که کارهای زیادی میتونی انجام بدی، میتونی بی خانه ها رو تمیز کنی، اینجا پاککاری خانه ها هست، میتونی بی خانه رو تمیز کنی. باور کنین من اون لحظه گفتم کاش که زمین دهان باز میکرد و من میمردم. من که هر هفته یک درشی سفارش میدادم برای من، در دو برنامه من یک لباس تکراری نمی پوشیدم. من 2 روز پشت سر هم 2 لباس تکراری رو نمی پوشیدم و حالا برای من آمده بودن میگفتن تو بیا برو پاککاری خانه ها رو بکن، ساعتی $10 برای میده. یک زمانی من از خانه بیرون میشدم، میده میکردم پیسه ها رو و معتادا گدا هر کس که میومد برشان کمک میکردم. وقتی که به من میگفتن به معتادا کمک نکن، همیشه میگفتم ما از خدا بالاتر نیستیم، وقتی خداوند روزی از اونها رو میده ما چیکار هستیم که بیایم نگیم. و خیلی روزای بدی رو دیدم، اما کوشش کردم ساختم. خانه را که گرفتم دقیقاً اینم 1 دانه کوچ به من دادن. من خانه را میخوام براتون نشان بدم اگه امکانش باشه. بسیار خوب. من چون چه رقم مالا یه دوربین برگردانم. روی کمریتان من این خانه من دوباره البته می گلنچه های افغانستانی من جور کردم، پس کل چیز من خریدم. برای من اینمی کوچه همی دفتر داد و اینم با منتی بر من دادن. برای من گفت اینمی هست، میخوای بخوا، نمیخوایم نخ. و من مجبور شدم رفتم وسایل دست دوم دانه دانه از دکان کهنه فروشی خریدم برای خودم. یک زمانی من سفارش میدادم مثلا از ولایات بر من دست دوزی شده یا کارهای دست بر من همه چیز سفارشی جور میکردن می آوردن که من خانه من جور کردم در کابل. باز اینجا خب مجبور شدم و رفتم و یک خانوم دیگری بود از همین خارجی ها که بنده خدا ما هم خنده‌دار است هم واقعا برای من جالبه. روزا که یادم میاد اجاق گازی که اینا به من داده بودن اجاق گاز برقی بود و این فقط دیگای آهنی و دیگ استیل روش میشه که روشن کنیم. برای من چند تا مایتابه و تخم‌پزی و چیزا آورده بود امو خانوم که روی از این گاز مثلا من بتونم استفاده کنم. بعد وقتی که دید اونا رو نمیشه روی از این گاز استفاده کرد، اونا رو پس برد. امی خانم صاحب خانه برای من 1 دانه دیگ بسیار خرد چوچه آورده بود، 1 دانه آش مگی داخل از پختن میشد. بعد من 2 روز بعد رفتم 1 دانه دیگ خریدم و نمیفهمیدم من از کجا بخرم. 2-3 روز ما مونده بودم که از کجا چی بخرم. خب بسیار مشکل من 1 دیگ گرفتم و جالبیه که همون روز که من اون دیگ گرفتم آمد پشت دروازه ایستاد شد به دیگ خود از من گرفت.
خیلی جالب بود، خیلی صحنه ها جالب بود. ولی خب یک فروشگاهی هست به نام دلار ما اینجا اکثرا وسایل ارزان قیمت داره، مثلا تا 3-4 دلار میلیادم میخریم. بعد کم کم از این پیسه که دولت ماهیانه به من میداد، یک مقدارش کرایه خانه میداد، یک مقدارش سعی می‌کردم برای بچه‌ها رو کنم، 100-200 هم اگر میتونستم اضافه کنم، کم کم وسایل خانه رو میخریدم. خب همین شد که من تونستم یک کوچولو یک چیزی برای خود سرهم کنم، یک خانه‌ای که بتونم داخلش زندگی کنم حداقل. و همین سختی های زیادی رو آدم میکشه و مهمترین این چیزا حل میشه. سختی بزرگی که وجود داره دوری از خانواده است، دوری از فامیل، دوری از عزیزای آدمه که گاهی وقتا آدم دلش تنگ میشه که اینمی غذایی که درست میکنه رو یک نفر باشه کتش بخوره، همین چایی که دم میکنه رو یک عضو فامیلش باشه کتش چند چای بخوره. و برای من خیلی اتفاق افتاد. من برادرزادای من زیاد دوست دارم چون خودم کلانشون کردم و نبودن از اونا واقعا برای من خیلی سخته. و این که اونا در پاکستان به سر نشستن و سختی میکشن، این برای من خیلی سخت تر است. و این که من نمیتونم کاری بکنم برایشان، این واقعا سخت. کلا قصه ما کلا پرش آه و درد و رنج و گریه و ماتم شد. یک چیزی که فقط میتونه با تمام سختی ها و مشکلات همه ما شما رو تسلی به تعمی است که شکر است که شما حیات هستین. حداقل از وضعیت که یک مرگ قطعی بود برآمدین. و اما قسم که شما گفتین اگر انسان باشه میتونه پیش بره، میتونه دوباره استاد شود و انشالله پس دوباره او روز خواد رسید که همه چیز به دست بیارین و صدای شما صدای هزاران زندگی افغانستان شود. دعا کنید دوباره وطن پس به دست بیاریم، چون بالاخره وسایل زندگی فراهم میشه، آدم کار میکنه، زحمت میکشه، یک شیفت نه 2 شیفت آدم کار میکنه، بالاخره یک وسایل رفاهی رو آدم میتونه در هر گوشه این دنیا برای خودش فراهم کنه، اما وطن که نداشته باشه. وطن است. یعنی این بیرقه که من شب و روز نگاهش میکنم، ماچش میکنم. اول که واقعا دلم تنگ میشد، تنها چیزی که من تسلی میداد همین بیرقم بود، که تنها چیزی که من از افغانستان تانستم بیارم همین بیرقم بود که در دفترم بود. امیر جمع کردم به بسیار احترام داخل بیکم ماندم و آوردمش. و از تمام زندگی که در افغانستان داشتین، در داخل خانه و در دفتر، دقیقا از تمام چیزی که داشتم من فقط بیرق آوردم، که البته این بیرق بر من تمام وطنم است. انشالله که روز دوباره افغانستان آزاد شود همه ما شما پس وطن خدا پیدا بکنیم و برگردیم. خانم ترنم، شما تمامی تجارب سخت را که در دوره‌ای که در کانادا آمدین و امروز بسیار مسائل است که گفته میشه که خانمایی که فعال بودن یا خانمایی که رفتن به کشورهای دیگه و امروز در امریکا و کانادا و جرمنی و اینا هستن، راحت هستن و آرام هستن با تمام مشکلات که شما امروز گفتین قصه کردین، در پالوی درد بیوطنی و مهاجرت و از دست دادن همه چیز. چی پیشنهاد میکنین که دولت کانادا چطور میتونه این وضعیت بهبود بده تا که دیگه مهاجرینی که میاین و دیگه کسایی که به مثل شما در این مشکلات روبرو هستن اما ارائه خدمات بهتر داشته باشند تا یک سهولت بالاخره برای از اینا که یک حقوق بشریشان است فراهم شود؟ یکی از معضلای بزرگی که وجود دارد بین دفاتر مهاجرتی در کانادا نبود کارمندای افغانی هست. ندانستن زبان بزرگترین چالشه برای مردم ما، چون مردم ما خواسته مهاجر نشدن، ناخواسته مهاجر شدن و این ناخواستگی باعث ازی شده که آشفتگی به وجود بیاید، باعث ازی شده که پراکندگی به وجود بیاید و
یک اتفاق بدی هم که در اینمی پروسه تخلیه اتفاق افتاده و اتفاق می افته و در حال انجام شدن هست، ای که خانواده ها رو یک جا نمیارن، خانواده ها رو توته توته میکنن. یک خانواده به 10 قسمت تقسیم میشه، یکیش در یک گوشه دنیا میفته، یکیش در یک گوشه دنیا میفته. و مردم افغانستان، ماهایی که در خانواده کلان شدیم، ماهایی که با خانواده خو گرفتیم، ماهایی که سر دسترخوان پر جمعیت کلان شدیم، ماها به تنهایی عادت نداریم، ماها نمیتونیم در خانه های شیعر زندگی کنیم. یکی از مشکلات بد بزرگی که من داشتم این بود که برای من میگفتن تو باید در خانه زندگی کنی که شیعر باشه. و مثلا من که از 5 سالگی اتاق من جدا بود و همیشه نمیتونستم حتی با مادر خودم در یک اتاق بخوابم، چطور میتونم با کس دیگری در یک خانه زندگی کنم؟ برایشان میگفتم من نمیتونم، امی شرایط ندارم، امی ذهنیت ندارم، امی تحمل ندارم با یک آدمایی که باز نمیشناسم، آدمای خارجی، چطور میتونم زندگی کنم؟ میگفتن مجبوری باید. و این کلمه مجبوری اون موقع اوج بیچارگی آدم میرسونه که تو مجبوری. ما پناه آوردیم یا ما پناه نیاوردیم، ما رو پناه دادید، خودتان انتخاب کردید یا پناه دادید. بزرگترین معضل و مشکل کانادا خانه هست، یافتن خانه هست. و مشکل مسکن مشکلی که همگی با این چالش روبرو هستن. خب خود این مردم این فرهنگ دارن که در خانه‌های شیعر زندگی کردن، زندگی میکنن، یا برشان مشکلی نیست، یا به هر حال زیاد با آداب و رسوم اجتماعی درگیر نیستن، با آداب و رسوم خانوادگی پایبندی و درگیری ندارن. اما واقعا برای مردم افغانستان این تغییر ناگهانی بسیار مشکل است. و دیگه مشکل زبان هست که مردم نمیفهمن. کیسبورکرای افغانستانی بگیرن، کیسبورکرایی که واقعا درد خود مردم حس کنن. مثلا من میتونم درد یک دختر افغان درک کنم، یک دختر افغانی که رنج دیده او میتونه درد مرا درک کنه. مثلا روزی که ما آمدیم کسی نبود مرا در آغوش بگیره، مرا نوازش بده که من یک جای گریه کنم. اما من امروز میتونم کسایی که میاین همین درد و رنج همین وحشت از این دارن، من میرم کتشون میشونم گپ میزنم. یک پارک هست که افغانایی که تازه میان اونجا میرن، دانه دانه میریم اونا رو میبینیم، در اون پارک کتشون گپ میزنیم، میگیم شان که این ما هستیم، همین دلداری رو میدیم که اگر جایی به مشکلی برخوردین ما هستیم، میتونی سر ما حساب کنین. اینمی قوت قلب شدن بر همدیگه باعث میشه که با هم از کنار همین مشکلات و همین چالش ها عبور کنیم تا بتونیم به یک جایی برسیم که حداقل بلند شویم از همین خمیدگی افتادگی که کمر ما شکسته، دوباره پس خود جمع کنیم. حالا راه افتادن ما و دوباره دویدن ما و سر پا ایستاده شدن ما خب بماند، همین که بتونیم همدیگه رو بلند کنیم ایستاده شویم. اینمی بسیار گپ هست این شرایط بحرانی. بنابراین دولت کانادا باید کیسبورکرای افغانستانی را استخدام کنه به خاطر مردم افغانستان. همین کسایی که میاره یا 40,000 نفر یا 500,000 نفری که بعداً قراره بیاره کارمندای افغانی بگیره و در کنار از او خانواده ها را از همدیگه تیکه و پارچه نکنه. تو که داری میاری مردم، خیلی چرا اینقدر مردم اذیت میکنی؟ چرا 100 راه دیگر میذاری که همون آدما رو بیارن ولی با 3000 مشکل و رنج و درد دیگه؟ خب یک خانواده رو وقتی میاری هم خانواده رو کامل بیار که مردم هم رنج نبینن، مردم هم دچار افسردگی نشون. خانواده قوت قلب آدمه، خانواده باعث میشه حداقل در این سخت‌ترین شرایط کنار هم یک خانواده خب باشه. حداقل وقتی که یک نفر زبان بلد نبود دیگهش هیچ که نشد با هم دیگه میرن یک مسیر طی میکنن. اگر من یک نفر از اعضای خانواده با من بود، من 2 شبانه روز گشنه نمیموندم. ما با هم میرفتیم، با هم دیگه میگشتیم، یک جایی رو پیدا میکردیم. حداقل بودنشان، حضورشان قوت قلب من می بود. و خانواده ها رو تکه و پارچه نکنن و بگذارن که مردم با هم بیاین. اگر قرار است که مردم کمک کنن، مردم افغانستان کمک کنن، مردم بیارن با خانوادهشان یک جا. و دیگه مشکل دیگه اینجا کار هست و کارهای مسلکی رو به افغانان نمیتن، کارهای اداری رو به افغانان نمیتن. فرق اینجا با ایران چی شد که همیشه کارگری و بدبختی رو برای مردم میدادن، ولی ایرانی همیشه ایران رو نقد میکنیم که چرا ایران به افغانستانیا کارهای شاقه رو میده و کارگری رو میده، ولی امروز در کانادا در بدترین حالات ممکن افغان ها دارن کار میکنن. خب من ماستری دارم، شاید ماستری اونقدر مهم نباشه، اما
خیلی از کسایی که پی‌اچ‌دی دارن، خیلی از کسایی که فوق پی‌اچ‌دی دارن اینجا آمدن کارگری میکنن، در رستوران ها هستن، وزیرا و وکیلا و سفیرا، آدمایی که واقعا آدمای کلان بودن اینجا آمدن کارگری میکنن. خب این درست نیست. شأن آدما رو پایین آوردن خوب نیست، غرور آدما رو، عزت آدما رو کم زدن خوب نیست. واقعا کمک اگر میکنن به ما، عزت ما رو از ما نگیرن، اما عزت نفس ما رو از ما نگیرن. میگه یک انسان لازم نیست که بکشی، غرورش ازش بگیر، عزت نفسش که ازش بگیری، خود به خود میمیره. و ما متاسفانه که داریم هر روز این مرگ تدریجی رو تجربه میکنیم. در یکی از جنگل‌های، قسمت‌های جنگل‌های آمازون یک طایفه میگن وجود داره، وقتی که میخوان درختی را قطع کنن او رو با تبر نمیزنن، اما کلگی جمع میشن میرن زیر همون درخت استاده میشن، شروع میکنن به دشنام دادن به همین درخت. و قدری درخت دشنام میدن که این درخت قصه میکنه، بالاخره جاندار از حس میکنه و میفهمه. طبیعت همش جان داره و میفهمه، احساس داره. و او درخت از بس که اما عزت نفسش پایمال میشه، قدر هم غرورش پایمال میشه، خشک میشه. وقتی که خشک شد خودش خود به خود میفته و از بین میره. و دقیقا این بلا سر ما میاد. کسی که یک عمر زحمت کشیده، کار کرده، ده تمام عرصه ها، ما خیلی نخبه ها رو داریم. من خودم نمیگم، من نوعی شاید یکی از پایین ترین آدم های افغانستان بودم، ولی خیلی ها هستن که سالها زحمت کشیدن، کار کردن، تحصیل کردن، ولی در کانادا هیچی نیستن. هیچ. با یک هوملسی که در کف خیابان اینجا حضور داره، یک جا یکی است. و واقعا من وقتی که خودم میبینم، با زمانی که حالا میرم دمی دفتر چی میگن بهش، خدمات اجتماعی، وقت من میرم تمام معتادا میاین اینجا. و به خاطر از اینکه حالا من نیمه وقت کار میکنم، هر ماه باید گزارش بدم که چرا تمام وقت کار نمیکنم. خب من کلاس زبان میرم، خیلی مشکلات دیگه، و اینا فقط از ما کارگر ساختن. و این کارگر ساختن و کارگر شدن اصلا در برنامه زندگی من نبوده، در برنامه زندگی خیلی دیگه هم شاید نبوده. ولی هیچ چیزی نیست. اینقدر اینجا استرس آدم داره، اینقدر استرس داری، اینقدر دچار حساب کتاب میشه آدم که من اگه ایره بخورم خیلی عظیم میمونم، اگه من این کار انجام بدم عظیم میمونم. یعنی تمام روز و شب آدم دچار استرس هست، دچار ازی است که چی کار انجام بدیم. من دیشب باید 5 ساعت کار میکردم، اما چون صاحب کار گفت میتونن کار کنین، من دیشب تا 9:30 به شب تک و تنها، تمام کارگرا ساعت 6:30 رخصت شدن. من به خاطر از اینکه 2 ساعت کار اضافه کنم که امور یک بتونم 1-2 قرن بیشتر در بیارم که برای بچه‌ها روان کنم در پاکستان، تا ساعت 9:30 شب ما مجبور شدم کار کردم. وقتی که بیرون شدم مثلا بس نبود و با چه وحشت و دهشتی تا ما بالاخره سرک رسیدم، بس آمد و تا خانه رسیدم 10:30 بجه شب شد. چقدر وحشتناک بود این مسیر پیاده طی کردن. خیلی سختی ها هست واقعا، از گفتنش آدم قاصر میمونه. من گاهن وقتی که فکر میکنم و میبینم دارم همین شرایط در حال عبور و گذر هستم و دارم زندگی میکنم، مثل خواب شیرین دوران زندگیم در کابل یا در ایران به یادم میاد. چون در ایران هم خدا رو شکر زندگی خوبی داشتیم، ما زندگی سخت نبود، یک زندگی عادی خوب راحتی داشتیم. و حال هم مادرم میگه بخی بیا اگه زیاد سخت است. یکی نیامدن هست که خب آدم اگه نیایه خب به هر حال خوب هست، اما یک درد آمدن هست، یک درد به غیرت ماندن و دننگیر کردن است. تو نمیتونی بگی که من حالم خوب نیست، تو مجبوری لبخند بزنی، تو مجبوری به خاطر خانوادت لبخند بزنی. مثلا من امروز برادر زدیم به ما زنگ زده که ما پول نداریم، فقط 700 کالدار مانده بر ما. من چی کار میتونم کنم؟ اینا همش درده، من نباید اینا رو بگم، ولی واقعا وحشتناکه. درد است که بر ما تحمیل شده ترنم جان. و من اون رو همش بازی میدم. خب امروز جمعه، الان اول صبح، الان بگذار صراف خواب مثلا
و اینجا افغانستان هم نیست که تو کرایه خانه یک ماه عقب بمونه صاحب خانه بگه خیره، یا مثلا صراف آشنایت باشه بگی پول روان کو خیره بعدا برات میدم. اینجا همه چیز دست به دست نقد به نقده، لحظه است. گاهی وقتا با خود میگم تو داری ناشکری میکنی، همه قدر که بالاخره سالم هستی کار میکنی، خدا آدم توانه برای داده که کار کنی و برای عزیزانت تلاش کنی، برای وطنت، برای هم جنسانت، همین خودش خیلی گپه، ولی گاهی آدم از قوی بودن خسته میشه. من هیچ وقت دوست ندارم که ضعف ها رو بیارم بگم، چون بالاخره همه آدم ها یک سری ضعف هایی دارن، یک سری نقاط قوتی دارن و مجبوری وقتی که در یک اجتماع هستی، وقتی که یک عده پشت سرت هستن به تو نگاه میکنن، تو قوی باشی. حتی که قوی نیستی باید اکت قوی بودن در بیاری، باید نقاب جدی بودن، نقاب پشت کار داشتن، نقاب قوی بودن، جسور بودن برای خودت بزنی. مثلا من دیشب داشتم وقتی که مسیر یکی از، نمیفهم چرا اینجا لایت نداره، خانه های اینجوری منطقه که ما زندگی میکنیم مثلا پیش خانه هاشون چراغ نیست، شب خیابان ها تاریکه، از ترس از اینکه معتادا حالا پیش روی آدم نیایه یا چی نکنه، من یک مسیر در این مسیر تقریبا 16 دقیقه که من از سر خیابان اصلی تو خانه را آمدم، یک مسیر واقعا تاریک بود و در این تاریکی من خود یک رقم عصبانی گرفته بودم، خود یک رقم قار گرفته بودم، یعنی یک رقم شکم من پر گرفته بودم که اگر کسی هم من از دور میبینه فکر کنه کدام مرد اینجا هست یا این کدام بچه هست یا این کدام آدمیه که مثلا نمیترسه. ولی واقعا از درون داشتم منفجر میشدم، از ترس داشتم میموردم. اون لحظه ای که خدا شاهده من همون مسیر تاریک طی کردم و دقیقا رسیدم سر کوچه خودم، احساس کردم خداوند به من یک جانی دوباره داد. من هیچ وقت از مرگ نمیترسم، اما از مرگ بد میترسم. همیشه یک زمانی که نوجوانم بودم با دوستای میرفتیم بیرون، من به مادرم راست میگفتم، مثلا اگر میرفتیم شمالی جایی دریایی، من به مادرم میگفتم که ما فلان جا میریم با دوستایم چکر میریم اینو. دوستای ما بعضیاشون مجبور بودن به خانواده‌شون چون اجازه نمیدادن، میگفتن یا ما زیارت میریم یا فلان جا میریم. بعد تمام مسیری که ما در بودیم مادرم به ما زنگ میزد پرسان میکرد که مثلا داری میری لب دریا زیاد داخل او نشو، یا شنا نکن، یا آبادی نکن، یا تر نکن خدا مریض میشی، خلاصه مواظب باش. و دوستان به من میگفتن تو چطور جرئت میکنی به مادرت راست شوی؟ و من همیشه همین فکر میکردم با خودم، اصلا کودکیم که اگر ما به مادرم دروغ بگم و مثلا بگم مقام رفتیم زیارت رفتیم و فردا از یک مسیر دیگری از بگم ما شرق رفتیم غرب، تصادف کنم بمیرم، انسان بالاخره اتفاق میفته و ما در این طرف بیفتم بمیرم در یک فضای دیگری، امی مادر من چی میشه؟ امی تمام سالهایی که ما دخترش بودیم ضرب صفر میشه، تمام اما غرور مادرانش خراب میشه. و از همون زمان فکر میکردم خدای به من یک مرگ خوب بده، اگر مرگم به من بده یک مرگ خوب بده، مرگ با عزت بده، چون مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت. به خاطر همین دیشبم میگفتم خدایا اگر اتفاقی بیفته، خدای نکرده، این مردم آدم زبانش نمیفهمه، آدم نمیدونه که چه چیزایی هستن، کیا هستن و توی که مجبوری تا 9:30 شب کار کنی در تاریکی و بیای یک مسیر شاید هم به قول اینا امن باشه، اما بر من ناامنه چون نمیفهمم، بلد نیستم. او مجبور خودت، تو یک زن شکننده، یک زن نحیف و ظریف هستی، ولی اینجا مجبور خشن باشی. باور کنین همون لحظه، همون چند دقیقه نقاب خشونتی که من به خودم گرفته بودم من از درون منفجر کردم. من وقتی که رسیدم به خانه من واقعا خود انداختم سر تخت، یک شکم سیر خوب گریه کردم، بعد رفتم داخل حمام، آب سر خودم میلا کردم، 1 ساعت
فقط زیر دوش داشتم نفس میکشتم میگفتم چرا ما به اینجا رسیدیم؟ من کجای زندگی قرار دارم؟ تا کی این وضعیت قرار ادامه پیدا کنم؟ من میفهمم که تمام کسایی که از افغانستان مجبور شدن برآمدن مثل من هستن، فرق نمیکنه. زن و مردی که بیرون شدن مجبورن استوریای قشنگ بذارن، مجبورن لب دریا برن لبخند بزنن، مجبورن یک جایی برن که رقص و ساز و آواز باشه و او را الکی استوری کنن، ولی همگی از درون متلاشی‌اند، مگر اینکه آدم خیلی بی‌ننگ و بی‌تلخه باشه. یرسه در قبال وضعیت افغانستان آیا راضی هستین از این واکنش؟ راضی نیست. جامعه جهانی رفتار دوگانه داره با ما و طالبان. پیش روی ما یک رقم، پیش روی طالب یک رقم دیگه. مثلا مدافع حقوق زنان است ولی در اصل مدافع منافع خودشان است. با طالبان در تعامل هستند. هفته 40 میلیون دلار برای طالب روان کردن چه معنی داره؟ طالبی که در صدر لیست سیاه سازمان ملل قرار داشت و بر سر هر کدامشان کسایی که متواری بودن میلیون ها دلار جایزه گذاشته شده بود، امروز همونا رو همین جامعه جهانی آورد دو دستی افغانستان تسلیمش کرد و گفت تو برو حاکم شو. جامعه جهانی با ما بازی داره، متاسفانه یک بازی بسیار بد که ماها را زندگی 36 میلیون نفوس افغانستان را قربانی سیاست کثیف خودشان کردن. طالب به عنوان یک گروه وحشی و به عنوان یک سگ شکاری آورده در افغانستان حاکم کرده که به عنوان استخبارات منطقه ایران در زیر نظر داشته باشه، روسیه را زیر نظر داشته باشه، اختشاش ایجاد کنه، بالاخره پاکستان یک بزنه حال هواش خراب کنه، از یک طرف با ایران بزنه، از یک طرف باز خلاصه منطقه را بخواه هرج و مرج بندازه تا آمریکا بتونه راحت تر به کار خود بپردازه. آیا راهی وجود داره که برای آینده افغانستان شما را امیدوار میسازه؟ نمیفهم. واقعا سیاست آدم میبینه، بازیگرا رو میبینه، آدم در این وسط حیران میمانه که همی چی میشه واقعا. ما به کجا روان هستیم؟ افغانستانی که اینقدر زود ترقی کرده بود، اینقدر زود در تمامی زمینه‌ها و عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی رشد کرده بود، در آن واحد با خاک یکسان شد. مثل که یک بمب اتم زده باشن کاملا همه چیز از بین رفته و یک گروه متحجر وحشی امروز میآیند و به خاطر حمام رفتن زنها، به خاطر آرایشگاه رفتن زنها، به خاطر آرایشگاه رفتن عروس او را میگیرن و میبرن زندانی میکنن، سنگسار میکنن، اعدام میکنن و جامعه جهانی فقط نگاه میکنه و خیلی که هنر کنه فقط اونا رو محکوم کنه. ولی باز هم در تعامل هست و به خاطرشان امروز ریچارد بنت در حمایت از مدینه محبوبی اعلامیه صادر کردن. آمدن گفتن که ما اینا رو در امنیت خودمون قرار میدیم، چرا که چند روز پیش مدینه محبوبی بسیار خبراش نشر شد. خب جامعه جهانی وقتی که خودش داره نشست ها رو برگزار میکنه، خودش داره افراد به عنوان سمپل میبره، کسایی که فقط تایید کنن، کسانی که فقط بیاین و اینمی جنایت طالب سرپوش روش بگذاره و به عنوان ابزار از این استفاده میکنه، ما چیکار کنیم میتونیم باشه؟ تنها راهی که فعلا وجود داره این است که مردم افغانستان خودشان به خاطر خودشان، به خاطر آیندهشان، به خاطر اولادشان، به خاطر فردای افغانستان، به خاطر افغانستان، به خاطر خاک و وطن، ناموس، عزت، شرفشان دست به دست هم دیگه بتن در مقابل گروه متحجر ایستادگی کنن تا مردم افغانستان همگی یک جا نشوند. اینمی وضعیت ادامه داره و وضعیت از بدتر میشه. خب با عنوان آخرین حرف، اگر شما همی تمام دردها و تجارب پناهندگی و مهاجرتتان که دور دوم و بیشترین سختی ها را دیدین به یک کلمه یا عبارت خلاص بسازین، چی یک تعریف برش میدین؟ تنهایی. میفهمی تنهایی یعنی غذایی که بار بار گرم میشه تا که تو بخوری و تو میخوری و او تمام نمیشه.
تنهایی یعنی ترموز چای که بار بار گرم میشه و باز سرد میشه و کسی نیست بخورش. میوه هایی که گندیده میشه. تنهایی یعنی خانه‌ای که پر از سکوته و فقط صدای یخچاله. تنهایی خیلی چیز هست. تنهایی خیلی عمیقه. تنهایی یعنی که حتی تو نمیتونی تا سر خیابان بری. تنهایی یعنی که تو تا پارک برای قدم زدن کسی رو نداری. تنهایی یعنی که یک شانه نیست که تو گریه کنی، حرف بزنی. تنهایی خیلی عمیق. و وضعیت امروز ما مردم افغانستان و این تنهاییمون تمامش به خاطر بیوطنی بود. وطن که نباشه آدم یتیم میشه. وقتی که یتیم میشی همه چیز از دست میره. ما یتیم شدیم. یک بار دیگه تشکر ترانه جان. تشکر از شما.